الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، سوال شده است که آیا به اهل بدعت به مانند صوفی ها یا کسایی که اصلا به شرک مشغولند و کسانی که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را قدردانی نمی کنند به اونها صدقه دادن جایز است یا نیست، یا کمک کردن به اونها جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. در این عصر و زمان که میبینیم بسیاری از خواهران و برادران موحد ما در مشقت هستند، در هجرت هستند و به نهایت به خاطر دینشان اذیت میکشند، چنانه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: یأتی زمان علی امتی الصابر علی دینی کالقابض علی الجمره. حدیث صحیح است که رسول الله میگن یک روز می آید که نگه دارنده ها دین از امت من، یعنی از امت من کسانی که دین را نگه میدارند، دیندار هستند، به مانند کسانی هستند که لخشه را در دست می‌دارند. امروز داشتن دین، داشتن توحید به مانند در دست لخشه گرفتن است، همون طور شده است. پس یک برادر موحد این خواهر و برادر موحدش را گذارد و به اهل بدعت صدقه بدهد، این درست نیست، این جایز نیست. به اهل شرک، به اهل بدعت، به اهل که سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بد می‌بینند صدقه دادن جایز نیست. چخیلی که الله سبحانه و تعالی خودش بیان کرده است و میگوید نفقه را به مسلمان ها میکنند، یعنی مؤمن کسی است که نفقه میکند و نفقه را برای مسلمان ها میکند. پس بهترین نفقه کیست؟ اولا به اهل خانواده و بعد از این برای موحدین و مؤمنین باید صدقه کرده شود. اما کمک کردن این بعضی از صوفی ها، بعضی از شیطان ها که بسیاری از پول مال اهل قمبغل مسلمان های عادی را میگیرند، اهل بدعت، یعنی من غلات صوفی ها و صوفی هایی که امروز مبلغ های مردم را و حق فقرا را میگیرند، البته به آنها دادن جایز نیست و این یک کمک به بدی است. الله سبحانه و تعالی میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. یادگیرتان را به کارهای نیک و خوب و عبادت کمک رسانید، اما از کارهای بد و اسم گناه دست کشید، به همدیگر کمک نکنید. یعنی به یک صوفی کمک نکنید که به شرکش با دوام دهد و حق یک بیوه، یک بیچاره و یک مسلمان عادی بیچاره را به یک کسی که شرک و بدعت و خرافات زده است به اون ندهید. بارک الله فیکم.